خب آقا بریم ببینیم پشه های شمال چجوری خون میخورن. چند روز پیش شمال بودیم، شب نشسته بودیم، این پشه اومد نشست دقیقا رو اینجایی که داره نیش میزنه، سیفترین جایی دست منه. ببینید به زحمت نیششو فرو کرد. آره دیگه. این شروع کرد به خوردن خون. خیلی جالبه، اصلا نه میترسید نه نگران این بود که بزنمش. منم دیدم داره خون میخوره، گفتم بذار یه کیفی بکنه. یه چیز جالب اتفاق افتاد. ببینید یواش یواش همینجور که داره خون میخوره منبعش داره پر میشه. میبینید پر شد. حالا جالبش اینجاست، انتهای کار رو خوب دقت کنید. آره یه قطره که سرریز میشه یعنی میخوره تا ببینید یه قطره سرریز میشه. وقتی سرریز میشه دیگه کارش تمومه، نیششو میکشه و امید خدا. دیدید؟ خداحافظ.